بخش اول، عیسی در دنیای تاریک نیازها. آدمخواری تنها یک عمل فیزیکی نیست. این یک عبور از مرزهای انسانیت است. جایی که ذهن انسان در تاریکی خود به سوی وحشی‌ترین و غیر قابل تصورترین رفتارها می رود. فردی که درون خود گرفتار است، نه از گرسنگی بلکه از یک نیاز سیاه و عمیق به گوشت انسانها می پردازد. آدمخوار تنها از جسم نمی خورد، او از روح و روان دیگران تغذیه می کند. گویی در پی یافتن هویتی گم شده باشد، هویتی که در سایه های ذهنش محو شده. در دنیای عیسی ساگاوا، رنه هارتبلت تنها ابزاری برای تسکین یک التماس مریض بود، جوابی که از چای عمیق بیرون می آمد. عیسی به اون نیاز داشت تا آرزوهای تاریکش را سیراب کند. اما رنه در لحظات پایانی زندگی خود آیا تنها کشته شدن را میدید یا چیزی فراتر از مرگ که حتی در خیال او نمی گنجید؟ عیسی نه تنها جسم او را نابود کرد بلکه روحش را به دنیای تاریک و بی‌رحم محصور ساخت. عیسی ساگاوا تنها یک آدمخوار نبود. او کسی بود که با دقت و فریب دختری را از دنیای خود بیرون کشید و با وعده‌های ظاهراً انسانی او را به میز شام خود کشاند. Quant à toi, femme née en des siècles malins pour la méchanceté des antres sibyllins qui parlent d'un mortel, selon qui des calices de mes robes arôment aux farouches délices. در نهایت زمانی که او را قطعه می کرد، به وعده های غذایی روزهای بعدش نیز فکر می کرد. مردی که در تاریکی های ذهن خود غرق شده بود به فردی بیرحم و شوم تبدیل شد که از جنون و نیازهای روانیش تغذیه می کرد. عیسی به دنبال درک لذت و تسکین از چیز دیگری بود، چیزی که دیگران حتی نمی توانستند تصور کنند. بخش دوم، فریب به نام دوستی. 自分の気持ちを収めたい、柔らかい中に閉じ込めておきたい。عیسی ساگاوا هرگز در برقراری ارتباط موفق نبود. کوتاه‌قد، ضعیف و کمرو، در میان دیگران همیشه احساس کوچکی می‌کرد. در برابر زنان این ضعف شدیدتر می‌شد. او خود را ناتوان، نادیده گرفته شده و در حاشیه می‌دید. اما درون این پوسته ظاهراً بی‌آزار میل سیاهی بنان شده بود که سالها در ذهنش رشد کرده بود. رنه زنی که او را تحسین می‌کرد، همه آن چیزی بود که عیسی هرگز نمی‌توانست به دست بیاورد. جذاب، آزاد، پر از زندگی. برای عیسی این رابطه تنها یک دوستی نبود. این فرصتی بود برای نزدیک شدن، برای لمس دنیایی که همیشه از او دریغ شده بود. نمی‌توانست مانند دیگران عشق را تجربه کند. نزدیکی برای او به معنای مالکیت بود و مالکیت برای او چیزی فراتر از در اختیار داشتن یک جسم بود. او برای رنه کتاب می‌خرید، خود را فردی ضعیف و نیازمند نشان می‌داد تا ترحم و توجهش را جلب کند. اما در هر لبخند، هر گفتگوی دوستانه، یک حقیقت تلخ وجود داشت. عیسی نمی‌توانست این زن را در کنار خود تصور کند مگر زمانی که دیگر زنده نبود. بخش سوم، از لحظه شلیک تا آخرین لقمه. رنه هنوز نشسته بود که صدای مهیبی فضا را پر کرد. گلوله از پشت سر به هیچ اختیاری به جمجمه‌اش نشست. بدنش روی زمین افتاد، اما هنوز گرمای زندگی از آن خارج نشده بود. ساگاوا ایستاد و به جسد خیره شد. آیا بالاخره به آنچه می‌خواست رسیده بود؟ گوشت انسان، آن چیزی که یک عمر در سرش می‌چرخید، حالا پیش رویش بود. چاقویی از آشپزخانه برداشت، تیغه براقش در نور اتاق درخشید. این همان چیزی بود که همیشه آرزویش را داشت. او حالا بر سر سفره آرزویش نشسته بود. چیزی در دلش آرام گرفته بود. چیزی که به دنبالش بود را پیدا کرده بود
بدنش دیگران را نمیخواست. بخش چهارم، تلاش برای رهایی از جسد. ایسیساگاوا به این نتیجه میرسد که به دلیل شروع فرایند فساد گوشت باید جسد را از خانه بیرون ببرد. او تکه‌های بدن را جمع کرده و درون یک چمدان می‌گذارد. تصمیم می‌گیرد چمدان را به مکانی دور از خانه ببرد و از هر گونه شواهدی که ممکن است باقی بماند فاصله بگیرد. چمدان را با احتیاط به خیابان می‌برد و در مسیرهای خلوت‌تر حرکت می‌کند. در نهایت به جایی می‌رسد که یک پارک عمومی کم تردد خارج از محدوده مسکونی است. ایسه چمدان را در گوشه‌ای از پارک رها می‌کند، جایی که کمترین احتمال جلب توجه را دارد. اما چمدان به اندازه‌ای سنگین بود که کمی توجه افراد عبوری را جلب کند. چند نفر که در نزدیکی پارک در حال قدم زدن بودند، دلیل وجود چمدان بدون صاحب و وضعیت مشکوک آن به پلیس اطلاع دادند. ماموران فوراً به محل اعزام می‌شوند و چمدان را باز می‌کنند. بلافاصله مشخص می‌شود که با یک جرم مرگبار روبروند. پلیس بعد از بررسی‌های اولیه به سرعت به سمت خانه ایسه حرکت می‌کند. بخش پنجم، روند آزادی. بعد از دستگیری ایسه در فرانسه، او به دلیل وضعیت روانیش به بیمارستان روانی منتقل شد. محاکمه او در فرانسه آغاز شد، اما به دلیل فشارهای زیاد خانواده‌اش، به ویژه پدرش ثروتمند و صاحب نفوذش، این پرونده به سمت انتقال ایسه به ژاپن پیش رفت. پدر ایسه با استفاده از ارتباطات و نفوذ اجتماعیش تونست مقامات فرانسوی رو متقاعد کنه که ایسه باید در ژاپن تحت درمان قرار بگیره. ایسه پس از انتقال به ژاپن در بیمارستان روانی بررسی شد، اما هیچگاه درمان واقعی برای مشکلات روانیش دریافت نکرد. با توجه به فشارهای سیاسی و نفوذ پدرش، ایسه پس از گذشت مدتی کوتاه از بستری شدن آزادی مشروط دریافت کرد. آزادی او با اعتراضات گسترده اما در جامعه ژاپن و فرانسه همراه بود، چرا که بسیاری معتقد بودند که ایسه هنوز تهدیدی برای جامعه است و باید مجازات بشه. اما در نهایت او به دلیل فشارهای اجتماعی و کمک‌های مالی و سیاسی پدرش توانست از زندان آزاد شود. پس از آن زندگی خود را به شکلی آرام و بدون هیچ گونه مجازات ادامه داد. صحبت کردن از ایسیساگاوا کافی است. داستان او نه فقط در دنیای جنایت که در دنیای روانشناسی تاریک ریشه داره، اما در این میان یاد زنی که قربانی بیرحمی شد به ماندگار میماند. جسد او دیگر به خاک سپرده شده، اما یادش در دل تاریک ترین لحظات جنایت تاریخ باقی میمونه. این اپیزود و افرادی که ممکن است روزی در سمت دیگر جنایت، سمتی که رنه قرار بگیرند، تقدیم میکنم.